بسم الله الرحمن الرحیم. قصه امروز ما قصه شگفت انگیزه از قهرمانی شجاع و نترس و حقیقی و واقعی، نه اسطوره خیالی. ای کاش که سینمای جهان اسلام این توان رو داشت که میتونست این داستانهای یاران پیامبر و مسلمانان رو در طی تاریخ به تصویر میکشید به زیبایی، تا نوجوانان ما، جوانان ما و مردم دنیا این حقیقت رو میدیدند، نه داستانهای خیالی که در خیلی از کمپانی‌های سینمایی ساخته میشه با غلو و مبالغه و دروغ و فریب و با صحنه پردازی. حالا ببینید این داستان رو که بگم شما شاید متوجه بشید من چی دارم براتون میگم. یک قهرمان چگونه هست. داستان قهرمان امروز ما این صحابی بزرگوار برا ابن مالک انصاریه، کسیه که عمر رضی الله عنه فرمان داده به تمام فرماندهان سپاه خودش که مواظب باشید که برا ابن مالک رو فرمانده هیچ گروه از گروه‌های سپاه اسلامی نکنید، چرا که ترس این میره با اقدامات شجاعانه و جسورانه خودش سپاه و اون به قول معروف لشکر ارتش مسلمانان رو به نابودی بکشونه. ببینیم واقعا داستان این کیه، اصلا این چه قیافه‌ای داره. حالا مثلا قیافه‌های کماندوهای امروزی نگاه می‌کنید میگن آدم ژولیده حال و موهای بالاخره ژولیده و گرد و قبالی و بعد آدم لاغر استخوانی بود که اصلا خیلی وقت نگاه می‌کردی به چهرهش خوشت نمی‌اومد، یعنی فرض یک انسان ضعیف و ناتوان و خیلی به قول معروف استخوانی به اصطلاح ما عربا یه وقتی نگاه می‌کردی چشمت ازش برمیگشت. اما با همه این احوال فقط در یکی از نبردهایی که ایشون داشته نقل شده به تنهایی 100 نفر از دشمنان مقابل خودش رو کشته، جدا از جنگ‌های متعدد دیگری که ایشون انجام داده. بله، این قهرمان ما، این صحابی بزرگوار ما کسی نیست، دقت کنید، کسی نیست جز برا ابن مالک انصاری، قهرمانی که عمر فاروق در مورد اون گفتیم که نوشته که مبادا فرماندهی هیچ سپاهی رو، هیچ لشکری رو به این بدید، چرا که این ترس این وجود داره که با اقدامات جسورانش اونها رو به هلاکت بندازه. یعنی اینقدر دل نترسی داشت. همین شخصی که با همین قیافه و شکل شمایل براتون نقل کردم. بله، ایشون میدونید که برا ابن مالک انصاری برادر انس ابن مالک خادم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. خب ما اگه بخوایم قصه های قهرمانی های این رو بگیم که خیلی طولانیه، ما میخوایم خیلی مختصر یه سری موارد در مورد قصه های از صحابه برای جوانان و نوجوانان خودمون گفته باشیم. نمیخوام که زیاد خسته هم بشید، کوتاه بتونیم این قصه ها رو خدمتتون ارائه بدیم. همین که همین یه دونه قصه رو هم بگیم براتون به نظر من کافیه. بعد از اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت و بالاخره به جوار پروردگار ملحق شد، قبایل عرب به ویژه قبیله مسیلمه کذاب، خوب نگاه کنید، اینها اومدن سفیران پیامبر رو، سفیران مسلمان رو کشتن، تمرد کردن و آشوب ایجاد کردن، قتل و کشتار و ناامنی ایجاد کردن به گونه‌ای که تقریبا میشه گفت آشوب تمام سرزمین حجاز رو در بر گرفته بود و فقط مونده بود مکه و مدینه و طائف و بخش‌های خیلی مختصری، مثلا قبایل خیلی مختصری در شبه جزیره عربستان و کسایی که دیگه تونسته بودن ایمان خودشون رو حفظ بکنن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خب انسان پایداری بود، با خردی بود و همه به اعتقاد بر این دارن که اگر کسی دیگری جز ابوبکر قرار بود خلیفه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میشد، شاید این تدبیر و قدرت رو نداشت که بتونه این شورش ها و این کشتارها و ناامنی ها رو کنترل بکنه و این خیانت هایی که پدید اومده، چون این یک عزم و اراده خیلی قوی میخواست و این یک فتنه کوری بود که تمام اون سرزمین رو گرفته بود و ابوبکر مثل کوهی پایدار ایستاده بود. این بود که سپاهی از مهاجران و انصار آماده کرد برای کنترل این بالاخره شورشی‌ها و این کسانی که ناامنی در این سرزمین حجاز ایجاد کرده بودند. بالاخره پرچمی هم به دست اینها داد که و گفته که شما برید در مسیر حق بالاخره حرکت بکنید. داستان میگم خیلی اون وقتی کسی به تاریخ در اون لحظه نگاه میکنید خیلی عجیب بود، چرا که این کسانی که در اون قبیله مسیلمه کذاب بودن بسیار آدمای قوی و قدرتمند و
جنگاوری بودن، تعدادشون هم زیاد بود. قبیله بنو حنیفه معروف هستن که اینها به پیروان مسیلمه کذاب هستن و اینها اطراف مسیلمه کذاب که ادعای پیامبری میکرد جمع شده بودند و حدود 40,000 نیروی ورزیده و جنگاوری بودن که وجود داشتن و همشون هم سر تا پا عصبیت قومی، عصبیت اخلاقی، عصبیت اعتقادی داشتن و اصلا بحث ایمانی نبود. چون اونا میگفتن ما میدونیم مسیلمه دروغگوه، میدونیم محمد راستگوه، اما دروغ مسیلمه یا دروغ ربیعه که من اون قبیله خودشون هست، کسی از اعضای قبیلهشون، برای ما از صداقت قبیله مضر که پیامبر هست برای ما بهتر هست. این بود که مسلمانان در برابر این قدرت این سپاه مسیلمه شکست خوردن. در اولین برخوردی که به رهبری اکرمه ابن ابی جهل، چون میدونید پسر ابو جهل جزو بهترین صحابه پیامبر بود، در اولین برخوردی که با سپاه مسیلمه کذاب داشتن که اینا سفیران پیامبر رو کشته بودن، سفیران مسلمان رو کشته بودن و عملا جانیان جنایتکاران خیلی خطرناکی بودن و اصلا دچار یک ارتداد عجیبی شدن. در اولین برخورد سپاه مسلمان شکست خوردن و عقب نشینی کردن. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی خبر رو شنید، گروه دیگر، لشکر دیگری رو فرستاد به فرماندهی خالد ابن ولید رضی الله عنه و این هم تعدادی باز از صحابه مهاجرین و انصار جمع شدند که در تلیعه این گروه میشه گفت در پیشگامان این گروه برا ابن مالک انصاری و تعدادی از تیراندازان قبیله مسلمانان همراه شدند. بالاخره با همه این احوال باز که دوباره این دوتا گروه مقابل هم قرار گرفتن، سپاه مسلمانانی رو که ابوبکر فرستاده بود فرماندهی خالد بن ولید و سپاهی که اونجا وجود داشت در برابرشون مال مسیلمه کذاب این قبیله بنو حنیفه بودن، وقتی که باز دوباره مقابل هم دیگه قرار گرفتن، جنگ خیلی سخت و شدیدی بین اینها در گرفت، اما شرایط اصلا تغییر کرد. زمین زیر پای مسلمانان از قدرت و هیبت و اون عظمت و توانمندی اونها در جنگ به لرزش در اومده بود و هر لحظه اینها در سپاه مسلمانان در خیمه های اونها نفوذ میکردن تا جایی که حتی خیمه ای که خالد بن ولید خیمه فرماندهی بود اون رو هم کندن از جا و اونجا رو هم تصرف کردن، یعنی کمپ فرماندهی رو هم اونجا تصرف کردن در این جنگ که حتی میخواستن همسر خالد بن ولید بکشن که طبق اون آیین عرب کسانی بودن اونجا این زن رو حمایت کردن، بودن نکشیدش. در هر صورت همون قبیله‌ای که بودن مسلمانان احساس کردن دیگه شکست کامله و میدونستن که بعد از این شکست دیگه نه خبری از اسلام هست و نه امنیتی در این سرزمین و قتل و کشتار و جنایت بزرگی رو خواهد داد و دیگه کسی هم در این سرزمین الله رو عبادت نخواهد کرد. دوباره شرک و خرافات و پلیدی و فساد همه جا رو میگیره. خالد بن ولید خودشو نباخت، روحیه خودشو قدرت نظامی و فکری و نبوغ خاصی در طراحی نقشه‌های جنگی داشت. بلافاصله دوباره نیروهایی که باقی مونده بودن اینها رو تنظیم کرد. این دفعه در گروه انصار جدا، مهاجرین جدا، هر قبیله، حتی اگر یک خانواده‌ای چند تا پدر بودند و فرزند بودند، پدر بود و فرزندانی بودن، اینها رو جدا جدا کرد، در بخش‌های متعدد اینها رو نظم داد و گفت شما نگاه کنید اینجا لحظه‌ای که باید نشون بدید کدوم یکی از شما می‌خواید واقعا از حقیقت دفاع بکنید و این صحنه رو نباید فراموش بکنید. جنگ سختی بین این دو گروه در گرفت، جنگی که واقعا یعنی میشه گفت که تا مغز استخوان این جنگ خطرناک بود و وحشتناک بود و همین کشته‌ها روی زمین می افتاد که اصلا مسلمان ها تا اون لحظه چنین جنگی رو تجربه نکرده بودند. خب در هر صورت گفتیم که سپاه مسیلمه کذاب خیلی در این جنگ با قدرت جنگیدند و از خودشون خیلی شهامت زیادی و تکنولوژی زیادی جنگاوری نشون دادن، ورزیده بودن، دور دیده هایی بودن و گفتم عصبیت قومی و اینها هم درشون خیلی شدید بود و براشون مهم بود که باید پیروز میشدن. اما مسلمان ها و قهرمانان مسلمان هم کوتاه نیامدن، تا جایی که میتونستن اینها هم از خودشون شکوه و ایمان دیگری از خودشون به نمایش گذاشتن. نگاه کنید به تصویر، در اینجا ثابت ابن قیس هست. ثابت ابن قیس پرچمدار سپاه انصار هست. این خودش رو عطر میزنه، کفن به تن میکنه، یک چاله‌ای میکنه، چون میگم جنگ وحشتناکی، تو این چاله فرو میره تا ساقهاش و میگه من همینجا وامیستم و استقامت میکنم و از پرچم خودم دفاع میکنم و حاضر نیستم عقب نشینی میکنم و انقدر مقابله میکنه تا اینکه به شهادت میرسه. صحنه جنگ صحنه عجیبیه. زید ابن خطاب
برادر عمر رضی الله عنه رو میبینیم که این هم در بین مسلمانان ایستاده، فریاد میزنه ای مسلمانان دندان به جگر بگیرید یا دندان هاتون رو بر هم فشار بدید و مقاومت بکنید و گردن این دشمنانی که داره شما رو این چنین قتل عام میکنه بزنید. اینها به شما رحم نمیکنن، چرا شما میخواید به اینها رحم بکنید؟ کوتاه نیایید که باید در این راه حرکت بکنید و پیش برید. قسم به خدا ای مردم، این سخن زید بن خطاب، قسم به خدا والله لا اتکلم بعد هذا الکلمه، من بعد از این دیگه اصلا با شما صحبت نخواهم کرد. یا سپاه مسیلمه شکست خواهد خورد یا اینکه من به شهادت خواهم رسید و اون چی که خدا برای من مقدر کرده به دستم خواهم رسید. و میگه همچنین زید بن خطاب مبارزه کرد و جهاد کرد تا اینکه در اون میدان جنگ به شهادت رسید. صحنه جنگ عجیبیه. نگاه میکنیم داستان طولانی ممکنه بشه. خب امروز بس میکنم تا ادامه داستان رو داشته باشید. صحنه جنگ خیلی واقعا داغ شده، لحظات خیلی حساسیه. تا دنبالش انشالله بتونیم با هم دیگه در خدمت باشیم. تا روز دیگه و برنامه دیگه در پناه خدای مهربان باشید.